این موسیقی را ببینیم بیچاره مردم زندگی کردن نمیتونه ببین تو اینجا 3 ماه شده یگان کس جا اهمیت نمیده اینجا چند بار روزه سوزوندن پژارش کردن هیچ نکی موسیقی با پژارکاری و با سوزوندن تمام نشده است. این نوار چند پیش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحدزاده به کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونی دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند. روز بعد جلسه همراه انمی کس میبروی خدا در فرمای گنرالسکی خطی رفته ای پیش با چشمت انم جورا میبینی و با من به خبرش میرسونه که چی گپ است چی حالت است نگور صحبت میکنی کارگروتام ریاست نظارت عمومی پر از خفض روا افزایش بی‌سابقه بلند آشیانه‌ها، نوسازی کارخانه و مؤسسه‌ها باعث غرم شدن هم پرتاب‌های ساختمانی، هم پرتاب‌های سخت معیشی و هم زباله‌های پلاستیکی می‌گردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد، زیرا پاکیزگی اطراف به آنها بستگی دارد. مشکلات پروبلم‌های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچون یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی همون پرتوی که مثلا همون قطعه پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جای‌هایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم. این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده‌های دوردست هم به مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آب‌های پرتو کار برده ایستادند و مشکل دهه‌ها را نیز چنین شرح داد. حاضر در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیا پیوست می‌باشد. این هم همون بسیارتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویا راست میاد. مرکز شهر نویا راست میاد و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده ایستادیم لایحه‌ها را آماده می‌کنیم. فعال زیست محیطی زلفیه گالوبова پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیرساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتاب راه‌اندازی شود، یعنی زباله‌های معیشی سخت، کیمیاوی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند. Те заводы, которые есть на территории Таджикистана, они, к сожалению, это абсолютно мизер. آن کارخانه‌هایی که وجود دارند برای کارکرد دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من می‌دانم که پرتاب‌های پلاستیکی را کارکرد کرده از آنها لوله آب می‌سازند. از کارکرد دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال می‌کنند. ولی این کفایه نیست، زیرا ما از موادهای پلاستیکی خیلی بسیار استفاده می‌بریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کارکرد پلاستیک لازم است. Поэтому нужен большой завод именно по переработке пластика. طبق آمار رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه 1 ایول سال 2025 260,000 متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کاریز و رفع آب‌های پرتاب تابع کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآوردند، ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است.